سلام، به کانال یوتیوب کافه ریاضی خوش اومدین. قبل از اینکه تدریس رو شروع کنم اول میخوام یه یادآوری داشته باشم از مفاهیم مجموعه که توی ویدیوهای قبلی کامل در موردش توضیح دادم و لینک ویدیوها رو توی دیسکریپشن براتون میذارم، حتما برید و اونها رو ببینید. اول میخوایم شروع کنیم با تعریف مجموعه. تو اسلایدهای قبلی هم توضیح دادم براتون که در واقع مجموعه چیزی هست که از یک سری عضوهای مشخص و غیر تکراری درست شده که تو اسلاید بعدی توی همین ویدیو یه مثال براتون میزنم که بهتر متوجه بشید. دومین چیزی که میخوایم در موردش صحبت کنیم این هست که هر مجموعه رو با یک اسمی باید نمایش بدیم و اون اسم باید حتما حروف انگلیسی بزرگ باشه. و سوم نماد مجموعه هست. ما مجموعه ها رو با نماد آکولاد نمایش میدیم. آیا این عبارت یک مجموعه هست؟ 3 عدد طبیعی. خب اول از همه باید بدونیم اعداد طبیعی چی هستن. همونطور که قبلا هم توضیح دادم اعداد طبیعی رو با اسم n نشون میدن و از 1 2 3 4 شروع میشه تا بی نهایت. خب ممکنه یک نفر بیاد بگه این 3 تا عدد طبیعی برای من میتونه 1 2 3 باشه و مجموعه A رو بسازه. یک نفر بیاد بگه از بین اون اعداد طبیعی من 4 5 6 رو انتخاب میکنم و مجموعه B رو بسازه و یک نفر هم بیاد بگه من از بین این اعداد طبیعی 100 5 و 60 رو انتخاب میکنم و مجموعه C رو بسازه و الی آخر مجموعه خیلی زیاد دیگه ای میشه اینطوری ساخت. پس ما میتونیم بگیم عبارت 3 عدد طبیعی یک مجموعه رو تشکیل نمیده. چرا؟ چون اعضای اون مشخص نیستن که ما بتونیم بگیم که این 3 تا عضو این مجموعه هست. همونطور که دیدین میتونیم در واقع افراد مختلف میتونن مجموعه مختلفی رو با این عبارت بسازن، عضوهای مختلفی رو داخل یک مجموعه قرار بدن. پس چون عضوهاش مشخص نیست ما میگیم این عبارت یک مجموعه نیست. خب بریم سراغ قسمت اول، یعنی نماد عضویت. بچه‌ها مجموعه A رو در نظر بگیرید با عضوهای 5 منفی 2 0 12 56 و منفی 45. اول از همه من این رو به شما بگم که تعداد عضوهای یک مجموعه رو با اصولا نماد n کوچک نشون میدن و اینجا همونطور که می‌بینیم تعداد عضوهای مجموعه A 6 تا هست. پس n یا تعداد عضوهای مجموعه میشه 6 تا. حالا میخوایم به زبان ریاضی بگیم که عدد 12 عضو مجموعه A هست. این رو با این نماد نمایش میدیم و میخونیم 12 عضو مجموعه A است. و مثلا میخوام بگم عدد 23 عضو مجموعه A نیست. این رو به صورت ریاضی به این حالت نشون میدیم، با این نماد نشون میدیم و میخونیم 23 عضو مجموعه A نیست. تکرار و جابجایی. خب اولین چیزی که میخوام بهتون بگم این هست که بچه‌ها توی یک مجموعه وقتی عضوهای تکراری داشته باشیم یکی از عضوها به عنوان عضو مجموعه در نظر گرفته میشه، اونهایی که تکرار شده حذف میشه. پس تکرار جایی توی مجموعه نداره. هر موقع به تکرار رسیدی توی مجموعه عضوهای تکراری رو خط بزن و بعد تعداد مجموعه رو بر اساس اون عضوهایی که باقی مونده حساب کن. خب یه مثال میزنیم. مجموعه B رو در نظر بگیرید که عضوهاش 3 5 دوباره 3 7 و دوباره 3 هست. میخوایم بدونیم تعداد عضوهای این مجموعه چند تا هست. اول از همه میایم یه دونه از 3 ها رو در نظر میگیریم، اون 2 تای دیگر رو خط میزنیم و مجموعه B رو دوباره مینویسیم. عضوهای مجموعه B شد 3 5 و 7، یعنی 3 تا عضو داره مجموعه B مون. این یه نکته پس در نظر داشته باشیم که عضوهای تکراری همیشه توی مجموعه حذف میشن. حالا در مورد جابجایی صحبت میکنیم. اگر که توی یک مجموعه عضوهاش رو جابجا بکنیم تأثیری توی مجموعه نداره، یعنی باز هم همون مجموعه تشکیل میشه. برفرض مجموعه C رو در نظر بگیرید که عضوهاش A، H، M و K هستن. بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، حتما عضوها نباید عدد باشن، میتونن حروف، اسم یا هر چیز دیگه ای باشن توی یک مجموعه.
خب من میام عضوهای مجموعه رو جابجا میکنم. عضوهام میشه K, A, M, H. آیا اسم مجموعه رو باید عوض کنم؟ یه مجموعه جدید ساخته میشه؟ نه، همون مجموعه C هست. پس با جابجایی عضوها مجموعه جدید ساخته نمیشه. قسمت سوم نمودار ون. بچه ها ببینیم ما میتونیم برای نمایش مجموعه ها از نمودار ون استفاده بکنیم. نمودار ون چی هست؟ در واقع ما برای هر مجموعه یک دایره ترسیم میکنیم و عضوهای اون مجموعه رو داخل دایره مینویسیم. حالا یک مثال میزنیم. مجموعه A رو در نظر بگیرید که عضوهاش 5, 9, 4, 3, 8 هست. ما اگر بخوایم نمودار ون این مجموعه رو ترسیم کنیم، دایره ای میکشیم، اسم مجموعه‌مون که A هست رو بیرون دایره و عضوهاش رو داخل دایره میذاریم. و حالا فرض کنید 2 تا مجموعه داریم، مجموعه A و مجموعه B. عضوهای مجموعه B هم 1, 2, 3, 9, 10, 8 هست. خب اینجا بین مجموعه A و مجموعه B یک سری عضوها مشترک هست، یعنی عضوهای 3, 9 و 8 بین هر دو مشترک هست. پس اگر بخوایم نمودار ون این 2 تا مجموعه رو ترسیم کنیم، باید این 2 تا دایره رو طوری ترسیم کنیم که با هم دیگه یک قسمت مشترک داشته باشن و اون عضوهایی که بین 2 تا مجموعه مشترک بوده باید بیاریم داخل اون قسمتی که بین 2 تا دایره مشترک هست، که همونطور که توی تصویر هم میبینید قسمتی که هاشور خورده همون قسمت مشترک دایره هست و همون قسمتی هست که در واقع عضوهای مشترک 2 تا مجموعه رو داخلش مینویسیم. 4 مجموعه تهی. خب بچه ها، مجموعه تهی مجموعه ای هست که هیچ عضوی نداشته باشه. این هم نماد مجموعه تهی هست و به این صورت مجموعه تهی نمایش داده میشه. فقط بچه ها یادتون باشه این 2 تا مجموعه تهی حساب نمیشن، چون گفتیم مجموعه تهی نباید هیچ عضوی داشته باشه، نباید بین 2 تا آکولات هیچ چیزی نوشته شده باشه. پس این 2 مجموعه با مجموعه تهی با هم فرق دارن.